سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم درباره یکی از مهمترین گواهینامه‌های بین‌المللی در زمینه سایبر سکیوریتی به نام CISSP صحبت کنیم که شرکت ISC2 رو ارائه میکنه. من مرتضی صابری کنرپشتی هستم و خوشحالم که میتونم در این کورس با شما صحبت کنم. خب دوستان، میخوایم توی این ویدیو درباره CISSP صحبت کنیم که گواهینامه حرفه‌ای امنیت سیستم‌های اطلاعاتی هست. این در واقع گواهینامه یا سرتیفیکت یکی از معتبرترین گواهینامه‌ها توی این زمینه هست. ما توی عصر دیجیتال سعیمون این است که امنیت اطلاعاتمون و سیستم‌هامون در بهترین حالت ممکنش حفظ بشه. این گواهینامه یه نمادی از تسلط در حفاظت از قلمرو دیجیتال در واقع شمرده میشه. شما تصور کنید که بخشی از یک گروه نخبه از متخصصانی که دانش، مهارت، تخصص لازم برای ایمنسازی داده‌های حیاتیتون، خنثی‌سازی تهدید سایبری و تقویت زیرساخت دیجیتال رو دارید. گواهینامه CISSP بدونید که بیش از یک سرتیفیکیت ساده است. در واقع این گواهینامه تعهد شما به تسلط بر هنر و علم امنیت اطلاعات. خب توی این ویدیو در واقع درباره دامنه‌ها، مزایا، استراتژی آماده‌سازی و کاربردهای دنیای واقعی این گواهینامه صحبت می‌کنیم. چه شما یک حرفه‌ای مشتاق در امنیت سایبری باشید یا یک در واقع متخصص با تجربه تو حوزه سایبر سکیوریتی باشید و به دنبال ارتقای شغلی خودتون باشید، این گواهینامه درهای زیادی رو به روی شما باز میکنه. پس با ما همراه باشید تا بیایم این گواهینامه رو از منظرهای مختلف بررسی کنیم و به شما کمک کنیم تا این مسیر رو برای تبدیل شدن به یک متخصص امنیت سیستم‌های اطلاعاتی کنار شما طی کنیم. این رو هم در نظر داشته توی این مسیر ما درباره مزایای این گواهینامه، مسیر دریافت این گواهینامه، چجوری آماده سازی بشیم برای این آزمون، فرمت آزمون چیه، بخش‌های مختلف این آزمون چیه و کاربردهاش با هم صحبت میکنیم. همینطور چند تا مثال از سوال‌هایی که توی این زمینه در امتحان میاد رو با هم میبینیم که بدونیم متفاوت هست با آزمون‌هایی که شاید تا الان توش شرکت کردیم. خب توی این اسلاید میخوایم درباره مزایای گواهینامه CISSP صحبت کنیم. این گواهینامه حرفه‌ای امنیت سیستم‌های اطلاعاتی مزایای بسیار زیادی به شما میده که خیلی فراتر از قلمرو یک سرتیفیکیت استاندارد هست. اگه بخوایم در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنیم، مزایایی رو به شما ارائه میکنیم که شما رو قانع میکنه که شروع کنید در واقع توی این حوزه و این مسیر رو برای گرفتن این گواهینامه طی کنید هر چه زودتر. ببینید گواهینامه CISSP تو سطح جهانی توسط همه کارفرمایان، رهبران صنعت و در واقع همتایان خودتون به رسمیت شناخته شده و بسیار مورد احترامه. این گواهینامه رو اگر داشته باشید نشون میده که شما استانداردهای بالای شیوه‌های امنیت اطلاعات رو خوب میدونید و در این زمینه تخصص دارید. نکته بعدی بحث پیشرفت شغلی هست. اگر CISSP رو دریافت کنید، درها به روتون برای فرصت‌های شغلی پیشرفته باز میشه. با این گواهینامه شما به عنوان یک حرفه‌ای در زمینه امنیت اطلاعات قرار میگیرید و یکی از کاندیداهای اصلی برای نقش در واقع مشاور امنیتی، مدیر امنیت و افسر ارشد امنیت اطلاعات یا سیسو تبدیل میشید. نکته بعدی درباره پتانسیل افزایش درآمدی هست که دارندگان CISSP دارن. متخصصینی که دارای گواهینامه CISSP هستن به دلیل دانش تخصصی و ماهیت حیاتی کارشون معمولا حقوق بیشتری دریافت میکنن و این گواهینامه در واقع این رو تایید میکنه که شما مهارت‌های زیادی توی این زمینه دارید و در واقع میتونید مذاکره کنید برای افزایش حقوق. نکته بعدی، وقتی شما به یک CISSP تبدیل میشید، شما رو به یک جامعه جهانی از متخصصانی که تو همین زمینه همفکر هستن وصل میکنه. این شبکه به شما فرصت‌هایی میده برای اینکه تبادل دانش داشته باشید، همکاری داشته باشید و راهنمایی کنید و راهنمایی بشید و در واقع تو شغل خودتون رشد کنید.
علاوه بر همه اینها، به دلیل اینکه تو عصری هستیم که تهدیدهای سایبری بسیار زیاد هستن و سازمان‌ها برای امنیت خودشون خیلی اهمیت زیادی قائلن، CISSP در واقع یک کمک به شماست که بتونید سازمان‌ها شما رو بپذیرن که میتونید در افزایش سکیوریتی سازمانتون کارهای مهمی انجام بدید. از اون طرف بخش گسترده‌ای از حوزه امنیتی رو پوشش میده CISSP و در واقع طیف گسترده‌ای از سناریوها و چالش‌ها تو این زمینه شما میتونید از دانشتون تو این زمینه استفاده کنید. نکته بعدی بحث اعتباریه که صنعت به شما میده. ببینید گواهینامه CISSP توسط شرکت یه سازمان خیلی معتبر به نام ISC2 که تو حوزه امنیت سایبری کار میکنه ارائه میشه و در واقع شما رو به خاطر همین موضوع کارفرمایان و مشتریان به شما اعتماد میکنن تو این زمینه، چون از یه جای معتبر این مدرک رو گرفتید. از طرفی هم بدونید شما به عنوان یه حرفه‌ای دارای این گواهینامه باید متعهد بشید که به قوانین اخلاقی سختگیرانه‌ای پایبندید و اهمیت صداقت، محرمانه بودن و حرفه‌ای بودن رو توی اقدامات امنیتی خودتون میدونید. علاوه بر همه اینها، منابع انحصاری رو به شما دسترسی میده داشتن این گواهینامه که از انتشارات رسمی، وبینارها و رویدادهای ISC2 به عنوان سازمان ارائه دهنده این گواهینامه استفاده کنید و شما رو کمک میکنه که مداوم یاد بگیرید و به روز باشید توی این حوزه. علاوه بر این، گواهینامه CISSP در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و این در رو به روی شما برای فرصت‌ها تو همه کشورهای دنیا باز میکنه. همونطور که گفتم، مزایای این گواهینامه بسیار بیشتر از دستیابی به یه عنوان یا یه گواهینامه است. این گواهینامه CISSP به شما کمک میکنه که یه شناخت بیشتر، رشد شغلی بیشتر و فرصتی رو داشته باشید برای کمک به امنیت چشمانداز دیجیتال و این در واقع یه گواهی هست بر تعهد شما به برتری در زمینه امنیت اطلاعات. بسیار خوب. میخوایم امروز درباره مسیر دریافت این گواهینامه از آرزوی داشتنش تا اینکه تسلط تو مفاهیم داشته باشید با هم صحبت کنیم. با این کار، با گرفتن این گواهینامه بهتون قول میدم که مسیر شغلی شما توی قلمرو پویای امنیت سایبری تغییر میکنه و این مسیری که دارید چیزی فراتر از قبولی در یک آزمون یا یک امتحان هست. در واقع شما رو جدا از اینکه تخصص شما رو تقویت میکنه و اونها رو به آزمایش میکنه، استعداد شما رو هم در این زمینه مورد آزمایش قرار میده. خب، برای آماده سازی و پیش نیازها قبل از همه چیز باید مطمئن شید که پیش نیازها رو دارید. شما باید حداقل 5 سال تجربه کاری با حقوق و به صورت تمام وقت در 2 یا بیشتر از 8 حوزه CISSP داشته باشید. اگه اینو نداشته باشید میتونید در آزمون شرکت کنید، اما به عنوان اسوسییت مدرکش رو میگیرید، نه به عنوان CISSP کامل. پس برای گرفتن CISSP کامل باید حتما اون 5 سال تجربه رو داشته باشید. دامنه‌های این آزمون تو 8 حوزه مجزاست، هر کدومش یه بخش مهمی از امنیت اطلاعات هست. از امنیت مدیریت ریسک گرفته تا امنیت توسعه نرم افزار رو شامل میشه. شما باید یک کاوش عمیق تو این حوزه داشته باشید، تفاوت‌های ظریفش رو بفهمید و مفاهیم و کاربردهای واقعی اونها رو درک کنید. برای مطالعه و آمادگی شما باید زمان قابل توجهی رو به مطالعه و آمادگی برای این آزمون اختصاص بدید. از راهنمای رسمی CISSP میتونید استفاده کنید، تو امتحانات تمرینی شرکت کنید، دوره‌های آنلاین و بحث‌های تکمیلی دیگه مثل شرکت تو فورum‌های مختلف رو حتما انجام بدید. یادتون باشید که میتونید تو هر حوزه به صورت مجزا باید کار کنید تا اطلاعات کافی رو به دست بیارید. اما اینو هم در نظر داشته باشید، شما جدا از دانش تئوری نیاز دارید تجربه عملی هم داشته باشید. پس شیوه‌های امنیتی مختلف رو باید پیاده سازی کرده باشید، تو تمرین عملی شرکت کنید و فرصت‌هایی رو جستجو کنید که یادگیری خودتون رو تو سناریوهای دنیای واقعی به کار ببرید. این باعث میشه که تجربه درک شما از مفاهیم امنیتی غنی‌تر بشه. اما درباره استراتژی امتحان، مدیریت زمان رو حتما تمرین کنید. در واقع سوالات رو با دقت بخونید.
از کریتیکال تینکینگ یا تفکر انتقادی برای هدایت سناریوهای پیچیده استفاده کنید. امتحانات تمرینی رو حتما شرکت کنید و اون مناطقی که نیاز به توجه بیشتری دارید رو حتما شناسایی کنید. در روز امتحان با در واقع خیلی خونسرد برید، چون دیگه کارتون رو کردید، استرستون رو مدیریت کنید، تمرکزتون رو حفظ کنید. یادتون باشه آزمون CISSP از تست تطبیقی استفاده میکنه، یعنی بر اساس عملکرد شما سختی سوالات رو تغییر میده و فقط باید شما با این مسیر سازگار باشید و برای هر سوال تفکر کافی رو داشته باشید. در مورد اعتبار سنجی و تایید، پس از اینکه قبولی در آزمون انجام شد، شما یک کار مهمی رو انجام دادید اما کارتون تمام نشد. برای اینکه بتونید گواهینامه کامل CISSP رو بگیرید، باید از یک متخصص موجود در CISSP تاییدیه دریافت کنید که تجربه کاری شما رو تایید کنه و تعهد شما رو به اقدامات امنیتی اخلاقی تایید کنه. این خیلی مهم. شما وقتی به صورت رسمی گواهینامه CISSP دریافت کردید، یادتون باشه فقط یه عنوان براتون نیست. این گواهی بر تعهد، تخصص و مسئولیت اخلاقی شما تو حفاظت از در واقع مباحث دیجیتال هست. یادتون باشه بعد از گرفتن CISSP نباید کارتون فکر کنید تموم شده. شما باید قلمرو یادگیریتون رو هی رشد بدید به صورت مداوم، با منابع مختلف ISC2 درگیر بشید، تو رویدادهای امنیت سایبری شرکت کنید و در واقع این مسیر رو همینطور ادامه بدید تا بتونید به جامعه کمک کنید. به عنوان یک متخصص دارای گواهینامه CISSP شما آماده اید که تأثیر قابل توجهی تو عرصه امنیت سایبری داشته باشید. حالا چه در حال طراحی راه‌حل‌های امنیتی قوی باشید، چه در حال آموزش همتایان باشید و یا اینکه در واقع پیشروی ابتکارات امنیتی باشید، شما به عنوان یک رهبر در تقویت دفاع‌های دیجیتالی دارید نقش بازی میکنید. پس یادتون باشه یه مسیر تحول آفرین هست گرفتن گواهینامه CISSP که مهارت‌های شما رو اصلاح میکنه، دانشتون رو گسترش میده و شما رو به عنوان یک عنصر مهم تو بحث سایبر سکیوریتی تبدیل میکنه. این رو هم یادتون باشه که این گواهینامه خیلی بر مباحث اخلاقی در کاربرد شما به عنوان امنیت اطلاعات، متخصص امنیت اطلاعات تاکید داره. خب همونطوری که گفتیم مسیر آزمون در واقع به این سادگی نیست. توجه هم داشته باشید که فقط یه آزمون نیست. واقعا این میخواد به شما نشون بده که شما مسلط بر بحث سایبر سکیوریتی هستید. در واقع این مسیر باید موقعیت خودتون رو بررسی کنید، ببینید اصلا آماده هستید برای این مسیر یا خیر. قبل از هر چیزی صادقانه دانش خودتون رو تو این حوزه ارزیابی کنید. نقاط قوت و نقاط ضعفی که نیاز داره تمرکز بیشتری دارید رو شناسایی کنید. این خودآگاهی به شما کمک میکنه که برنامه مطالعه خود رو برای حداکثر بازدهی تنظیم کنید. خب یه نکته دیگه اینه که از راهنمای رسمی مطالعه CISSP مثل کتاب‌هایی که در حوزه ارائه کرده خود ISC2، منابعی که ارائه کرده در این حوزه و اینها استفاده کنید حتما، چون این مطالب به دقت تنظیم شدن تا با حوزه‌های امتحانی شما کامل هماهنگ باشه و درک جامعی از موضوع رو در اختیار شما قرار بده. طرح مطالعه خودتون رو تمرکز کنید رو دامنه ها، یعنی به 8 حوزه تقسیم کنید، همونطور که آزمون 8 حوزه هست. زمان اختصاص داده به هر حوزه رو با تمرکز روی درک مفاهیم، اصطلاحات و بهترین شیوه‌های موجود در اونها اختصاص بدید. در دوره‌های کار و کارگاه‌های آنلاین حتما شرکت کنید. برید ورکشاپ‌های مختلف تو این حوزه که معتبر هستن باشون همکاری کنید. در واقع این منابع یادگیری ساختار یافته به شما کمک میکنه که تعامل داشته باشید با هم سطح‌های خودتون و با مربیان. حتما در امتحانات تمرینی شرکت کنید. اینا خیلی ارزشمندن. محیط امتحان رو شبیه سازی میکنن، شما رو با سبک و قالب سوالات آشنا میکنن و میتونید پیشرفت خودتون رو و زمینه‌هایی که باید بهبود بدین رو به شما یادآوری کنن. خیلی سعی کنید حتما در آزمون‌های ماک شرکت کنید.
گروه‌های مطالعه و بحث. به گروه‌های مطالعاتی CISSP یا انجمن‌های آنلاین در واقع بپیوندید. تو اونا میتونید تو مفاهیم مختلف بحث کنید، بینش‌هاتون رو به اشتراک بذارید. از دیدگاه‌های بقیه هم میتونید کلی چیز یاد بگیرید. تو این بحث‌ها اگه درگیر بشید میتونید بینش‌های تازه‌ای رو کسب کنید و درکتون رو افزایش بدید درباره موضوعات مختلف. تا حد ممکن اگر امکانش رو دارید تو آزمایشگاه و شبیه‌سازی عملی شرکت کنید. این تمرین عملی درک شما رو از شیوه‌های امنیتی تقویت میکنه و در واقع یه زمینه دنیای واقعی به دانش نظری شما میده. از تفکر انتقادی و کریتیکال تینکینگ و همینطور تحلیل سناریو استفاده کنید، چون CISSP سناریوهای پیچیده‌ای رو اغلب ارائه میده. پس نیاز دارید که مهارت‌های تفکر انتقادی خودتون رو برای تجزیه تحلیل این سناریوها و تصمیم‌گیری آگاهانه توسعه بدید تا بتونید در واقع درک درستی از اصول امنیتی داشته باشید. مدیریت زمان رو حتما تمرین کنید. یه امتحان طولانی CISSP با تست تطبیقیه. پس شما باید حتما به زمانی که اختصاص میدید به هر سوال دقت کنید و بدونید که گرفتار یک سوال بشید زمان کافی رو براش اختصاص بدید. حتما یادتون باشه که بازبینی کنید داده‌هاتون رو و اون رو مرور کنید. به طور منظم یادداشت‌ها، مطالب و نتایج امتحان تمرینی خودتون رو مرور کنید. تکرار به حفظ اونها کمک میکنه و به شما کمک میکنه مفاهیم رو یکم درونی‌تر کنید و پایه قوی‌تر از دانشتون بسازید. با ذهنیت مثبت و اعتماد به توانایی‌های خود وارد این آزمون بشید. به ظرفیت خودتون برای درک مفاهیم پیچیده و غلبه بر چالش‌های مختلف ایمان داشته باشید. این رو هم در نظر داشته باشید که یک روال مطالعه متعادل رو حتما حفظ کنید که شامل زمان اختصاصی مطالعه، استراحت برای بین مطالعاتتون، ورزش و خواب. ذهن آرام در طول امتحانات همیشه عملکرد بهتری داره. قوانین اخلاقی CISSP رو حتما بپذیرید و مسئولیت‌های حرفه‌ای مرتبط با گواهینامه رو قشنگ درک کنید. ملاحظات اخلاقی جنبه‌های مهم امتحان و نقش یک متخصص امنیت اطلاعات در CISSP است. سعی کنید بروز باشید، در جریان آخرین تحولات تو زمینه سایبر سکیوریتی باشید و تو نشریات، وبلاگ‌ها و خبرنامه‌های سنتی سابسکرایب کنید تا مطمئن شید که از روندهای فعلی مطلع هستید. پس اگه بخوایم به صورت خلاصه بگیم، آماده شدن برای این آزمون نیازمند یه سری در واقع فداکاری، نظم، انضباط و یه رویکرد جامعه. این مسیر یا این سفر آماده سازی شما فقط به خاطر سپردن یه سری مطالب نیست. در واقع میخوایم درک عمیقی از مفاهیم امنیت اطلاعات داشته باشیم و برنامه‌های کاربردی تو دنیای واقعی رو باشون آشنا بشیم و سعی کنیم برای این موفقیت همه چیز رو کنار هم داشته باشیم. برای یادگیری اطلاعات تو این زمینه باید تشنه باشیم و زمان مناسب رو برای اون اختصاص بدیم. خب بیایم درباره این آزمون یه مقداری درباره ساختارش بیشتر صحبت کنیم. یه آزمون فقط برای دونستن دانش شما نیست. در واقع یه ارزیابی جامع از تخصص شما تو حوزه سایبر سکیوریتیه. برای اینکه بیایم درک کنیم قالب امتحان رو، انواع سوالاتش رو بدونیم و استراتژی‌های ناوبری موثرش رو بدونیم، بسیار مهمه که در واقع اجزای آزمون رو تجزیه کنیم. یادتون باشه ساختار امتحان 250 تا سوال چندگزینه‌ای و پیشرفته است. این سوالات تو 8 حوزه توزیع شده که هر یک از این 8 حوزه جنبه‌های متفاوتی از سایبر سکیوریتی رو داشته. تست تطبیقیه، یعنی سختی سوالات رو بر اساس عملکرد شما تنظیم میکنه. اینو دقت کنید. اگر به یک سوال به درستی پاسخ بدید، سوال بعدی ممکنه چالش برانگیزتر باشه. اگر یک سوال رو نادرست جواب بدید، سوالهای دشواری پایینتر رو بایدتون سخت‌تر میکنه. سوالات تو اینجا بعضیشون چندگزینه‌ای هستند، بعضیشون مبتنی بر سناریو هستند که در واقع تو موقعیت‌های دنیای واقعی شما رو قرار میده که بتونید تجزیه تحلیل کنید و تصمیم گیری کنید. بعضی از این سوالا ممکنه بخواد که بهترین پاسخ رو انتخاب کنید یا مراحل رو به صورت منطقی ترتیب بهشون بدید. یادتون باشه هر دامنه از آزمون وزن متفاوتی داره. در حالی که بعضی از دامنه‌ها تعداد سوالات بیشتری دارن، برخی دیگه ممکنه تعداد سوالات کمتری داشته. دربارشون صحبت هم خواهیم کرد
کرد که در واقع یادتون باشه باید امتیاز کلی تو همه این حوزه‌ها داشته باشید تا بتونید امتیاز کلی رو کسب کنید. یادتون باشه مباحث به هم متصل هم هستن تو این دامنه‌ها، فقط نمیتونید جداگانه به اینها نگاه کنید، ممکنه به هم مربوط باشن و هم پوشانی داشته باشن. سوالات امتحان به زبان انگلیسیه، پس باید تسلط داشته باشید و درک خوبی از زبان داشته باشید تا سوال رو درست بفهمید. پس امتحان اطمینان حاصل کنید که سوالات و سناریوها رو به وضوح درک کردید تا پاسخهای دقیقی بتونید ارائه بدید. مدیریت زمان بسیار مهمه، پس زمان مناسبی رو به هر سوال بر اساس پیچیدگی اون سوال اختصاص بدید. اگر در مورد سوالی مطمئن نیستید زیاد درگیرش نشید، اون رو بررسی علامت بزنید و ادامه بدید. خواندن سوال مهمه که با دقت بخونید، کلمات کلیدی و جزئیات سناریو رو دقت کنید بهش، زمینه رو تجزیه تحلیل کنید تا مشخص کنید دقیقاً چه چیزی از شما میخواد و مناسب ترین پاسخ رو انتخاب کنید. در سوالات چندگزینه‌ای اگر در مورد پاسخ صحیح تردید دارید از استراتژی حذف استفاده کنید. گزینه‌هایی که به وضوح نادرست هستن رو کنار بگذارید و شانس شما رو برای انتخاب پاسخ مناسب در واقع با این روش افزایش میدید. برای سوالات مبتنی بر سناریو موقعیت رو به دقت تجزیه تحلیل کنید. قبل از انتخاب پاسخ اصول امنیتی، بهترین شیوه و نتایج بالقوه رو در نظر بگیرید. با پیشرفت سوالات علامتی گذاری شده رو مرور کنید. ذهنیت مثبت خودتون رو حفظ کنید و به خودتون اعتماد داشته باشید. زیاد سعی نکنید زیاد فکر کنید درباره یه چیزی، چون ممکنه بدتر بشه و سوال رو به بدترین شکل جواب بدید. متمرکز باشید، تو روز امتحان آروم باشید، نفس‌های عمیق بکشید تا استرستون رو مدیریت کنید و اینو در نظر داشته باشید که تعهد اخلاقی شما به امتحان هم تسری داره. اطمینان حاصل کنید که پاسخ‌های شما با اصول صداقت و صداقتی که گواهینامه CISSP بیان میکنه مطابقت داشته باشه. خب به طور خلاصه درک فرمت امتحان به شما این امکان رو میده که به صورت استراتژیک و با اطمینان تو اون مسیر حرکت کنید. با درک انواع سوالات، تمرین، تجزیه تحلیل سناریوها و به کارگیری مدیریت زمان میتونید با چالش‌های این امتحان روبرو بشید و انشالله از اون با موفقیت خارج بشید. خب اگه یادتون باشه درباره دامنه‌های CISSP که گفتیم 8 حوزه مختلف هستن صحبت کردیم که هر کدوم از اونها حوزه‌های خیلی مهمی هستن تو اینها. مثلا رو اسید سکیوریتی یا امنیت دارایی ما اینجا 10% سوالات به این حوزه اختصاص داره. امنیت و مدیریت ریسک یا ریسک منیجمنت در واقع 15% سوالات رو اختصاص میده. امنیت توسعه نرم افزار مثل امنیت دارایی 10% سوالات رو اختصاص میده. این مباحثی که میگم آخرین تغییرات در آزمون هست. درباره سکیوریتی اپریشن یا عملیات امنیتی ما 13% سوالات به این حوزه اختصاص داره. ارزیابی و تست امنیتی 12% سوالات رو بهش اختصاص دادن. همینطور مدیریت هویت و دسترسی 13% در واقع سوالات رو به خودش اختصاص داده. خدمتتون عرض کنم ارتباطات و امنیت و شبکه 14% و معماری و مهندسی امنیت هم 13% سوالات رو به خودش اختصاص داده که مجموعاً 100% خواهد بود. بیایم درباره کاربردهای دنیا ریل ورد سناریو در واقع CISSP صحبت کنیم. این گواهینامه فقط یک کار آکادمیک نیست. این یک در واقع غوطه‌ور شدن جامع در دنیای عملی سایبر سکیوریتی. در واقع کاربردهای ملموسی داره این دانشی که شما اینجا به دست آوردید و تاثیرگذاری داره تو سناریوهای مختلف ریل ورد یا دنیای واقعی. شما رو در واقع به یک دارایی ارزشمند در حفاظت از در واقع سرمایه سازمانی تبدیل میکنه. خب بیایید بررسی کنیم این حوزه رو. بخش اول بحث طراحی معماری امنیتیه. دانش CISSP شما رو قادر میکنه که راه‌حل‌های امنیتی قوی طراحی کنید. میتونید معماری‌های شبکه رو با مناطق امن طراحی کنید، فایروال‌ها و سیستم‌های تشخیص نفوذ رو پیاده‌سازی کنید و مطمئن شید که جریان داده‌ها از پروتکل‌های رمزنگاری مناسب پیروی می‌کنند. تخصص شما تو این حوزه تضمین می‌کنه که سیستم‌ها در برابر تهدیدات مقاوم هستند و امنیت به عنوان یک پایه است، نه یک فکر یک بعدی. خب برنامه‌ریزی واکنش به حادثه
یا اینسیدنت ریسپانس در صورت رخنه امنیتی دانش CISP شما رو قادر میکنه که سریع و مؤثر پاسخ بدید. میتونید برنامه‌های واکنش به حادثه رو تنظیم کنید، با تیم‌های مربوطه هماهنگ کنید، دامنه‌هایی که نقض شده رو در واقع ارزیابی کنید، آسیب‌ها رو کاهش بدید و سیستم‌ها رو سریعا بازیابی کنید و در عین حال شواهد حیاتی رو برای تجزیه تحلیل حفظ کنید. برای پیاده سازی کنترل دسترسی CISP به شما کمک میکنه به درک لازمی برسید برای اجرای کنترل‌های دسترسی مناسب با مشخصات ریسکی که سازمان شما میپذیره. شما میتونید مکانیزم‌های دسترسی مبتنی بر نقش رو طراحی کنید یا رول بیس، احرازی هویت چند عاملی رو اجرا کنید و از اصل کمترین امتیاز محافظت از داده‌های حساس در برابر دسترسی غیر مجاز اطمینان حاصل کنید. با دانش CISP میتونید شیوه‌های کدنویسی ایمن رو در تیم‌های توسعه خودتون هدایت کنید. آسیب پذیری‌ها رو در اوایل چرخه عمر توسعه شناسایی کنید و برطرفشون کنید و مطمئن شید که محصولات نرم افزاری در برابر تهدیدات رایج مقاومن و خطر رخنه‌های پس از استقرار رو کاهش میدن. بحث ممیزی امنیتی و انطباق، تخصص CISSP شما رو تو انجام ممیزی یا آدیتینگ امنیتی هم راهنمایی میکنه. میتونید پایبندی سازمان به سیاست‌های امنیتی، الزامات نظارتی و استانداردهای صنعتی رو ارزیابی کنید و در واقع ارزیابی شما تطابق رو یا انطباق رو تضمین میکنه و مناطقی رو برای بهبود، برای تقویت وضعیت امنیتی میشه شناسایی کرد و اونها رو ارائه کرد. با مهاجرت سازمان‌ها به فضای کلاود یا فضای ابری، CISP به شما کمک میکنه که بیاید معماری‌های ابری ایمن رو طراحی کنید. شما خدمات ابری مناسب رو میتونید انتخاب کنید، هویت و مدیریت دسترسی رو پیکربندی کنید و نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی داده‌ها رو برطرف کنید و همینطور از یک تا بتونید از یک چارچوب امنیتی ابری قوی و مطمئن اطمینان حاصل کنید. با دانش CISP همچنین میتونید مکانیزم‌های پیشرفته تشخیص تهدید رو توسعه و پیاده سازی کنید. شما میتونید گزارش‌ها و ترافیک شبکه رو از لحاظ ناهنجاری‌ها تجزیه و تحلیل کنید، نقص‌های امنیتی احتمالی رو بررسی کنید و به طور فعال تهدیدهای در حال ظهور رو شناسایی کنید و جلوش رو بگیرید. آموزش کارکنان در مورد بهترین شیوه‌های امنیتی بسیار مبحث مهمیه. متخصصینی که این گواهینامه رو دارن میتونن برنامه‌های آموزشی امنیتی موثری رو ایجاد کنن و به کارکنان آموزش بدن که چگونه تلاش‌های فیشینگ رو شناسایی کنن و در واقع فرهنگ آگاهی امنیتی رو تو سازمان ترویج بدن. CISP شما رو تو ایجاد برنامه‌های جامعی برای بازیابی بلایا یا دیزاستر ریکاوری راهنمایی میکنه. سیستم‌های حیاتی رو اول اولویت بندی میکنید، رویه‌های پشتیبانگیری و بازیابی رو بررسی میکنید و آزمایش‌های منظمی انجام میدید تا مطمئن شید که سیستم‌ها میتونن به سرعت در صورت وقوع فاجعه بازیابی بشه. تو دنیایی که تهدیدات در خیلی زیاده و در حال تحوله، CISP به شما این امکان رو میده که ریسک ها رو ارزیابی کنید، اثرات بالقوه رو و تصمیمات آگاهانه بگیرید، اثرات بالقوه‌شون رو ببینید و تصمیمات آگاهانه بگیرید. این تخصص به شما کمک میکنه که به سازمان ها کمک کنید تا چشمانداز پیچیده مواردات امنیتی تو اون ساختار حرکت کنن و منابع رو در جاهای سرمایه گذاری کنن که اهمیت بیشتری دارن. به طور خلاصه این رو بدونید که CISSP به اون سالن امتحانش محدود نمیشه. هر گوشه ای از دنیای سایبر سکیوریتی این رو میتونید ببینید. پس شما این قدرت رو با این مدرک میگیرید که سیستم های ایمن طراحی کنید و به حوادث پاسخ بدید و تهدیدها رو کاهش بدید. این ارزش این آزمون و این گواهینامه رو به شما نشون میده که شما فقط به دانش مجهز نیستید. شما مجهز شدید تا سنگ بنای انعطاف پذیری دیجیتال در دنیایی که به طور فزاینده‌ای به هم پیوسته است رو به هم متصل کنید. خیلی خوب. تو این اسلاید می‌خوایم درباره بهترین کتاب‌هایی که میشه برای بحث آماده‌سازی تو این حوزه استفاده کرد رو به شما معرفی کنیم. ما 4 تا کتاب رو اینجا به شما معرفی می‌کنیم. یکی همون CISSP Official Book هست یا که خود ISC2 این رو ارائه کرده. کتاب جامعی خیلی کامل تو این زمینه کمکتون می‌کنه. بخش تست‌ها هم داره و می‌تونید تو تست‌ها به عنوان نمونه اونها رو
در واقع بزنید و دانش خودتون رو در واقع تست کنید. یکی دیگه از کتاب‌هایی که خیلی کتاب با ارزشیه آل این وان CISSP است که انتشارات مک‌گرا-هیل این رو ارائه کرده. این کتاب در نظر داشته باشید که این کتاب بسیار با ارزشی برای اینکه دانش خودتون رو افزایش بدید. اما مک‌گرا-هیل یک کتاب دیگه هم ارائه کرده به نام CISSP پسورد که برای جمع‌بندی و بازبینی و اینها خیلی خوبه. یه مقدار کوچیک‌تره، صفحات کمتری داره، اما کمک میکنه که یادآوری کنید و در واقع روش بیشتر کار کنید که بتونید برای آزمون، هرچی نزدیکتر به آزمون میشید میتونید از CISSP پسورد بیشتر استفاده کنید. و همینطور الزویر هم یک در واقع اومده یک گایدی رو ارائه کرده به نام CISSP استادی گاید. کتاب خوب و معتبریه، مباحث کاملی داره. این هم کتاب خوبیه برای اینکه بتونید به مباحث مسلط بشید. خیلی خب، یه نمونه سوال اینجا با هم ببینیم. تا چندین فرصت کلاهبرداری رو که کارکنان در مؤسسه مالی دارن مستند میکنه تا مدیریت این خطرات رو درک کنه و بودجه و منابع رو برای راه حل‌های پیشنهادی خودش اختصاص بده. کدوم یکی از موارد زیر کنترلی که تات باید انجام بده تا بتونه فعالیت‌های تحقیقاتی جعلی رو در واقع به نتیجه برسونه به خوبی توصیف میکنه؟ 1. تفکیک وظایف separation of duties، چرخش‌های شغلی، مرخصی اجباری و یا تقسیم دانش. این سوال همونطور که دارید میبینید سوال یه حالت سناریو رو براتون معرفی کرده و گفته جواب درست رو بده. جواب درست توی این سوال مرخصی اجباری هست که یک کنترل کارآگاهی اداریه که به سازمان اجازه میده تا بتونه فعالیت‌های تجاری روزانه یک کارمند رو برای کشف هر گونه تقلب احتمالی که ممکنه رخ بده بررسی کنه. پس باید کارمند رو مجبور به 2 هفته حداقل دوری 2 هفته‌ای از سازمان کرد و فرد دیگه‌ای رو تو اون نقش قرار داد. ایده این روش اینه که شخصی که تو اون موقعیت قرار داده شده در واقع جاب روتیشن رو انجام دادن براش، ممکنه بتونه فعالیت‌های مشکوک رو تشخیص بده و اونها رو گزارش کنه. پس این موضوع جواب این سوال گزینه جیم یا گزینه سی هست. خیلی خب، یه مثال دیگه با هم ببینیم. این سوال به این صورت میگه اگه مؤسسه مالی در واقع فاینانشال اینستیتوشن بخواد اطمینان حاصل کنه که کلاهبرداری نمیتونه با موفقیت اتفاق بیفته مگر اینکه تبانی اتفاق بیفته، تات باید چه کاری انجام بده؟ گزینه اول تفکیک وظایف یا separation of duties، جاب روتیشن یا چرخش شغلی، مهندسی اجتماعی یا سوشال انجینیرینگ و آخریش هم تقسیم دانش. جواب این سوال خیلی واضحه که خودش تو سوال هم بهش یه اشاره کوتاهی کرده، جایی که میگه در واقع unless collusion occurs، به این معنیه که تفکیک وظایف یا separation of duty یک کنترل اداریه که میتونه برای اطمینان از اینکه یه نفر نمیتونه یه وظیفه مهم رو به تنهایی انجام بده اعمال بشه. پس اگه فردی به تنهایی قادر به انجام یک کار حیاتی باشه، میتونه سازمان تو معرض خطر قرار بده. تبانی زمانی است که 2 یا چند نفر گرد هم میان تا کلاهبرداری کنن. بنابراین اگه وظیفه تقسیم شد بین 2 نفر، اونا باید برای تکمیل اون یک کار و انجام کلاهبرداری تبانی و یا همکاری انجام بدن. خب، تات میخواد بتونه از یه سوال دیگه رو در واقع میخوایم باهاش صحبت کنیم درباره‌اش. تات میخواد بتونه از وقوع کلاهبرداری جلوگیری کنه، اما میدونه که برخی از افراد ممکنه در واقع اون کنترلایی که اون اعمال میکنه رو دور بزنن. تو مواقع اون میخواد بدونه که تشخیص بده که کارمندی که داره کار مشکوک انجام میده کیه. کدوم یکی از این موارد رو در واقع تو سناریویی که تات پیاده سازی میکنه و کنترل خاصی میخواد ارائه بده در واقع اشتباهه، نمیتونه جزو اون سناریو باشه؟ سوال خیلی جالبه. خب، اول اینه که میگه تفکیک وظایف انجام بشه، مثلا بیاد حصول اطمینان حاصل بشه که یه ناظر چکای بیشتر از $3500 رو تایید میکنه. اون این کنترل اداری که پیشگیرانه در واقع از سازمان تات حفاظت میکنه. دومین گزینه چرخش شغلیه.
در واقع یک کارمند فقط تا 3 ماه توی موقعیت باقی میمونه، پس این اطمینان حاصل میشه که این اتفاق میفته که یک کنترل اداریه که قابلیت‌های کارآگاهی رو در واقع فراهم میکنه. آموزش آگاهی از امنیت که میتونه بر اجرا هم تاکید کنه گزینه جیم هست، و دال کنترل دوگانه است که میگه کنترل کارآگاهی اداری است که میتونه تضمین کنه 2 کارمند باید یک وظیفه رو به صورت همزمان انجام بده. ظاهر سوال اینه که انگار همه گزینه‌ها درسته، اما چرا گزینه دال جواب سوال ماست و در واقع اون کاریه که نباید انجام بده؟ کنترل دوگانه است جواب سوال یا همون دال؟ خب همونطوری که توی هنگام باز کردن خزانه 2 نفر کلیدهای جداگانه دارن، پس این یک کنترل کارآگاهی نیست. توجه کنید که سوال میپرسه تا چه کاری انجام نمیده. پس یادتون باشه توی امتحان باید بهترین پاسخ رو انتخاب کنید. خیلی از موقعیت‌ها شما اصلا پاسخ‌هایی رو که میشنوید و درست هستن رو دوست ندارید، اما اون جواب درسته. پس خودتون آماده کنید برای اینکه سناریوها رو کاملا درک کنید، به کلمات اینکه کدوم درسته کدوم غلطه اینا دقت کنید و بدونید که سوالات ممکنن که پیچیده باشن که یکی از دلایل دشواری امتحان هم همین هست. خیلی خیلی ازتون ممنونم که به این کورس من گوش دادید. امیدوارم تو مسیر در واقع گرفتن این گواهینامه و مسیر شغلتون موفق باشید. امیدوارم مباحثی که من براتون ارائه دادم مفید باشه. ویدیوهای دیگه‌مون رو هم ببینید. درباره ساختار کلی آزمون قبلا توی سایبر سکیوریتی سرتیفیکیت صحبت کردم، میتونید اون ویدیوها رو هم مشاهده کنید. ممنون میشم اگر ویدیوهای ما رو لایک کنید، کامنت بذارید، نظرات خودتون رو به ما بدید و همینطور توی چنل ما سابسکرایب کنید. خیلی متشکرم از شما و موفق باشید.